مصارف گزاف در عروسی‌های غزنی. هزینه سر و سام‌آور عروسی باعث شده که دولت و علمای افغانستان در بهار امسال قانون برگزاری مراسم عروسی را تصویب کند. این تصمیم از سوی مجمع علما، متصوفین و متنفذین غزنی گرفته شده است. در ماده نخست فیصله 10 ماده‌ای که از سوی این نهاد صادر شده آمده است مهریه یک دختر مسلمان در سطح ولایت غزنی مصلحتاً 300,000 افغانی تعیین گردید که بر علاوه آن هیچ گونه مصارف اضافی مانند طلا و نقره به عهده داماد نمی باشد. مفتی سید حبیب الرحمن روحانی عضو این مجمع میگوید که هزینه زیاد ازدواج باعث شده شمار زیادی از جوانان غزنی نتوانند ازدواج کنند و علمای غزنی مجبور شدند که این تصمیم را اتخاذ کنند. لحاظا به ارتباط مسئله شما یک خونانی ولیمه است. این ولیمه از ولم گرفته شده، نان عروسی ولم یک جای شده نمیگه. و یک مشکل در غزنی به ارتباط ولیمه ای مشکل داریم که خلاف سنت به این معنا که زن و شوهر یک جای شو و بعد از نان ولیمه باید داده شود. او در مناطق ما و شما در منطقه ما و شما این رواج است که عروس در خانه پدر خود است تا حال خانه شوهر نماده ولیمه تقسیم میشه به اصطلاح نان ولیمه داده میشه. لیکن یک مسئله یک مشکل دیگه اساسی اینجاست که حالی از طرف دخترم ولیمه نان داده میشه، حالا که ولیمه سر شوهر است. این با شکرانه از نعمت شوهر باید ولیمه نان ولیمه رو اگه این مال از مهریه زن داده میشه، این مال از زن است، اگه او اجازهش نباشه که حلال است. از اینکه در یک حدیث است که اقتصاد و میانه روی در معیشت و زندگی این خودش نسبی زندگی است. در این زمینه عبدالولی جلالزی سخنگوی ریاست ښاروالي میگوید که د چې موږ د غزنی ولایت خود د ښاروالۍ ریاست یو مدیریت لري، مدیریت تنظیم د مارکیټو، خو تر دې دمه پورې موږ هغه کمیټه په دې باندې نه ده توانېدلې چې دغه کوم نرخونه چې په تالارو کې پورته کړي دي د دې کنټرول او مخنیوی وکړي. اوس هغه کمیټې چې کومه ناسته کړې ده په دا تېرو ورځو کې دغه پرېکړه کړې ده چې له دې نه پرېسته باید دغه تالارو ته هم نرخونه وضع سي او د هغه کوم کلانتر چې د هغه به هم راووتل سي او نرخنامې به ورته تعیین سي. په دې برخه کې عملاً انشاءالله ښاروالۍ ریاست او هغه مربوطه کمیټه اقدام وکړي. و همچنان احمدالله حسیب الله شهروند ولایت غزنی نیز میگویند. اسم احمدالله است، باشنده ولایت غزنی هستم و درباره مصارف گزاف گفته میتونم که در ولایت غزنی مصارف عروسی بسیار گزاف است و دلیل این مصارف گزاف مهریه دختران، تویانه و خرچه عروسی می باشد که جوانان مجبور به مسافرت‌های دور از وطن میشوند. ما خواهش داریم از خانواده‌های متدین ولایت غزنی که مهریه‌ها، مصارف و رسم و رواج مختلف خود را دور سازند. نام ما حسیب الله است از ولایت غزنی. دیگه مصارف زیاد است، ولی حتی منجر میشه که جوانای ما مسافرت کنه، خارج برن، پول پیدا کنن تا یک عروسی مصرفش 10 لک روپیه 15 لک روپیه میشه و ندارن واسه توان ندارن مردم دیگه مجبور میشه که مسافرت کنه. خواهش ما از خانواده‌ای است که همین مهر کم بگیرن و جلوگیریش از مسافرت. هم دولت و علما میگوید که شکایت ها از بالا بودن تویانه زیاد است و این یک مشکل بزرگ است. ما برای کنترل تویانه بلند پلان‌هایی را در نظر گرفته ایم که خانواده‌ها مهریه دختر را به دختر بدهند. بسیاری از خانواده‌هایی هستند که مهریه را حق دختر نمی‌دانند. صاحب نظران میگویند که وضعیت بد اقتصادی، فقر، بیکاری، رسم و رواج ناپسند محلی از عوامل است که پسران و دختران جوان را به سرنوشت تلخ دچار می‌کنند و ازدواجشان تا سالهای پس از نامزدی و تأخیر می‌افتد. میلاد عظیمی، سما FM.